که بالا گرفتی، پر از دست آوردی، اما مامانت میگه چه فایده شوهر نکردی. مستقلی و خوشحال دور دنیا رو میگردی، هم سایت همو میگه چه فایده شوهر نکردی. یه پاکار آفرینی، مدیر 100 تا زن و مردی، بابات میاد میگه چه فایده شوهر نکردی. نه افتخاری داره، نه سرشکستگیه، کاش بفهمن که اینم یه مدل زندگیه. این تصمیم توه، تو منحصر به فردی. بوق جمله چه فایده